سلام دوستای عزیز، امیدوارم که هر جا هستید جور و صحتمند باشید. در این ویدیو میخواهم روش‌های خانگی درمان سردرد را به شما معرفی نمایم. قبل از اینکه روش‌های خانگی درمان سردرد را به شما توضیح دهم، ابتدا باید بفهمیم که سردرد چیست و چه عواملی باعث سردرد می شود. سردرد یک عارضه آزاردهنده‌ای است که همه افراد چندین بار در طول زندگی دچار آن می شوند. این عارضه می تواند در صورت شدید بودن زندگی روزمره شما را مختل کند. سردرد انواع مختلفی دارد که سردرد تنشی و میگرین رایج‌ترین نوع آن هستند. خب چه عواملی باعث سردرد می شود؟ در مجموع سردرد به دلیل ترکیبی از سیگنال های ارسال شده از رگ‌های خون و عضلات سر رخ می دهد. با این حال عواملی مثل عفونت های سینوسی، سرماخوردگی، تب یا عفونت گلو، عوامل محیطی مثل قرار گرفتن در معرض دود سیگارت و تنباکو، بوی مواد شیمیایی و عطر، سابقه خانوادگی ابتلا به سردرد، حساسیت به بعضی مواد غذایی، عدم تعادل هورمونی، عدم تعادل ویتامین ها و مواد معدنی در بدن که همه آنها می تواند عوامل سردرد محسوب شود. خب حالا میریم سراغ روش های خانگی درمان سردرد. دوستان اگر تا به حال عضو کانال یوتیوب ما نشدید، پیشنهاد میکنم عضو کانال یوتیوب ما شوید، چرا که قرار است هر هفته 2 تا 3 ویدیوی آموزشی درمانی برایتان بگذاریم و از آن استفاده کنید. روش های خانگی درمان سردرد. اولین روش نوشیدن آب است. کم‌آبی بدن می تواند یکی از علتهای سردرد باشد. کسانی که کم‌آبی بدن دارد اگر به اندازه کافی آب بنوشد، سردرد طی 30 دقیقه تا 3 ساعت تسکین پیدا می کند. علاوه بر این کم‌آبی بدن می تواند تمرکز را مختل کرده و منجر به بدخلقی و زودرنجی شود که این موضوع سردرد را بدتر هم می کند. دومین روش خواب کافی. خواب تاثیر مستقیم روی سلامتی بدن دارد. کمبود خواب می تواند منجر به مشکلات مختلفی از جمله سردرد شود. بنابراین خواب کافی برای افرادی که میخوان به طور طبیعی از ابتلا به سردرد پیشگیری کنند ضروری است. پس توصیه می شود هر شب بین 7 تا 9 ساعت بخوابید. سومین روش استفاده از کمپرس سرد است. استفاده از کمپرس سرد علائم سردرد را کاهش می دهد. قرار دادن کمپرس سرد یا یخ روی ناحیه گردن و سر التهاب را کاهش داده و رگ‌های خونی را منقبض می کند که این موضوع برای درمان سردرد بسیار مفید است. شما می توانید کمپرس سرد را هم از دواخانه تهیه کنید و هم می توانید خودتان در خانه تهیه کنید. برای تهیه آن ابتدا یک کیسه ضد آب را پر از یخ کنید و داخل یک پارچه یا دستمال بپیچانید و آن را روی ناحیه گردن یا پیشانی خود قرار دهید تا سردردتان بهبود پیدا کند. چهارمین روش از بوهای تند دوری کنید. بوهای تند مثل بوی عطر و دخانیات در بعضی افراد باعث سردرد می شود. پس اگر فکر می کنید که به بو حساسیت دارید، از بوی عطر، دود سیگارت و غذاهایی که بوی تند دارد دوری کنید تا دچار سردرد نشوید. پنجمین روش چای زنجبیل بنوشید. ریشه زنجبیل دارای ترکیباتی است که هم برای درمان سردرد و هم برای کاهش حالت تهوع و استفراغ کمک می کند. شما می توانید پودر زنجبیل را هم به شکل کپسول مصرف کنید و هم می توانید با ریشه زنجبیل تازه چای درست کرده و مصرف کنید. ششمین روش ورزش کنید. یکی از ساده ترین روش ها برای کاهش تعداد دفعات و شدت سردرد انجام فعالیت های بدنی است. روش های زیادی برای افزایش فعالیت های بدنی وجود دارد. یکی از ساده ترین روش ها این است که بیشتر پیاده روی کنید. خب دوستان، این بود روش های خانگی درمان سردرد که تقدیمتان شد. امیدوارم مورد پسندتان قرار گرفته باشد. تا ویدیوی دیگر همه شما را به خداوند پاک میسپارم. الله یار و نگهدارتان.